دوستان عزیز، فردا 27 январи соли 2026 در کاخی رودکی شهر خوجند واقع در کوچه اسماعیل سامانی همین یارمارکا برپا میگردد. در یارمارکا چی میشود؟ یکم در اینجا روزگرش میشد، یعنی بردی 3 دانه سرتیفیکاتی 35,000 سومونه اویدی خریدی تجهیزات های آب قطرگی. 3 کس برد میکند اشتراکچیو کسی خواهد اشتراک میکند، تماشابین ها کسایی میبیاد اشتراک میکند. من همه بیاید در اینجا اشتراک کنید در این بازی و برد کنید. 35,000 3 تا 35,000 در شهر خوجند و باز 3 تا 35,000 در شهر کنوبادام روزی 30 میشود. همین یارمارکا در یارمارکا اشتراک میکنند. سرپرستی این یارمارکا یعنی که این نمایشگاه شرکتی اینترکورپوریشن خلوتسی آلمان میباشد. اشتراک میکند سلسله اگرومغازه های معراج. این داروفروش ها هستند، میدونم جدم اگرا اولام. اینها بسیار کارهای خوب میکنند در ولایت ختلان. اینها انالیز میگذارونن، کار یاد میتین. اینها یکی از کارپوراسی بهترین است در تاجیکستان. اگرا تومچی من این وای دارد تجهیزات های آبهای قطرگی دارد. من یکم جا شتگیان پگو نشان میتن اگر تومچی بچی قابلیتشون رو نشان میتن، از دستشون چی میبیاید. جدیم اکبر محافظ، جدیم کمپوزیت TA، جیفی تاجیکستان. همه این رکلام ها رو من برای این مردکو بپول کرده ایستادم. باید یک آش کنن، لیکن آش در کار نیست. همین بچه هایی که در خوجند و در گرد اطراف خوجند استقامت میکنن حتما پگاه ساعت 9 همینجا حاضر شوید، تماشا میکنید، همین میدان رو پر کنید، همین بنا رو پر کنید تا ببینن که مخلص های گروه انگروباغ چقدر است. میگذاریم با آشنای دوم که در اونجا چی گپ است. دوستان عزیز، باز یک بار دیگه التماس، فردا بچهای خوجند و کنیبادام و اسفره و قانچی و همین گرد اطراف شهر خوجند بیاید همینجا اشتراک کنید و تصدیق کنید که گروه انگروباغ مخلص دارد. جدیمی تق متین بود است اینجا. فردا نشان میدهد کارش را. جدیمی ریال این قبرهای پلیتیلینی و تجهیزات های آبهای قطرگی میبرد. انا پگاه تماشا میکنید این مردکا چی کسا بودن و از دستشون چی کار میبیاید. جسکا بانک اسخاتا، جسپا بانک اروند، فوند قرض خورد ایمان، تجخ برگ سبز، جدبیم درین تجارت، کوپا جف دو پروژکت، تق ایمان انترنشنال، صاحبکاری انفرادی امید شریپوف بوده است و اشتراکچی جدبیم تاجیک منتج و کوپراتیو تجارتی احمد جان پی. هم بقوتش احمد جان پی است در ولایت ختلان. همدوران عزیز، التماس بچه خوجند دوی منو میگید بیاید یک آش کدتی همینه آش نکنید، بیاید همجا اشتراک کنید، بعد آش یک جای میخوریم. مالیش بچه خوجند اگه که اومدید همجا با میخوریم. در پناه خدا باشید. مرحمت اومده در این یارمارکا اشتراک کنید. روزی همه تیاری دیده است برای پگاه نمایشگاه. ساعت 9 کاخی رودکی کوچه اسماعیل سامانی 100-200 متر از مهمانخانه احسان دورتر. در پناه خدا باشید. انتظاری همه شما هستیم. از دیدار شما خوش هستیم.